بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. درس سومی در سلسله درس کتاب حسن المسلم یا پناهگاه مسلمان. پنجمی چیز که دعای پوشیدن لباس بود و ششمیش دعای پوشیدن لباس نو بود که ما شما در درس گذشته خواندیم. هفتمی دعا که است دعا برای کسی که لباس نو پوشیده. مثلا یک کس لباس نو میپوشه، برای چه قسم دعا میکنیم؟ میگه تبلا و یخلف الله تعالی، یعنی حتی وقت یک دوست خدا میبینیم که لباس نو پوشیده، برش میگیم که تبلا و یخلف الله تعالی، یعنی الله سبحانه تعالی این لباس در بدن شما کهنه بکنه و به عوض زو عوضش الله سبحانه تعالی بر شما نصیب بکنه. و همچون یک دعای دیگه هم برای برادر مسلمان آمده که لباس نو پوشیده: البس جدیدا و عش حمیدا و مت شهیدا. البس جدیدا یعنی لباس جدید بپوش، و عش حمیدا و زندگی بکو زندگی خوب، و مت شهیدا و الله برات مرگ شهادت نصیب بکنه. یعنی حتی ذکر و دعا در زمانی که انسان که یک برادر مسلمان خود روبرو میشه، این مثل که سلام انسان میته، برش دعای رحمت میکنه. به می قسم در هر لحظه زندگی که امروز ملاقات میکنه کوشش میکنه به نفع از او یک دعا بکنه که انشاءالله تعالی برش چی باشه؟ اجر و ثواب باشه. نومین چی که است دعای هنگام در آوردن لباس. وقتی یک نفر لباسای خود بیرون میکنه، بیرون میکشه، بسم الله میگه، تنها بسم الله آمده. خب وقت انسان به طرف تشناب میره، در اینجا هم چی است؟ یک دعای هست که انسان متعال، انسان از شر شیطان به خالق متعال پناه میبره و میگه که بسم الله قبل از اینکه انسان داخل میشه، قبل از اینکه انسان داخل تشناب شه، میگه بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللهم یا الله انی من اعوذ بک، پناه میبرم به تو، من الخبث از شیطان های مذکر، و الخبائث و از شیطان های مؤنث. اینا قبل از داخل شدن به تشناب انسان مسلمان ایره میخوانه. دیگه از جمله وقتی که 11 دعا، وقتی انسان مسلمان خارج میشه از تشناب، وقتی که از دروازه تشناب خارج شد، غفرانک، یعنی یا الله از تو مغفرت میخوایم. امی که آیت شریف میگه که اذکر الله ذکرا کثیرا، ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اذکار و دعاها را بر ما تعلیم میده. خب قبل از وضو کدام چیز هست؟ ولی ذکری که قبل از وضو هست فقط بسم الله هست. یعنی وقتی که انسان وضو را شروع میکنه بسم الله در احادیث آمده. دیگه بعضی چیزایی که مردم در جریان وضو مثلا دوادی روی ششتن و پاها و یا دعاهایی را که جور کردن یا از رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط احادیث صحیحه ثابت نیست. فقط در وضو، یکی در آغاز وضو ثابت است که بسم الله میگه، و دیگه بعد از خلاص شدن وضو، وقتی که وضو را خلاص کرد انسان مسلمان چی میگه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و این هم ثابت است. و دیگه چی میگه؟ اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. یا الله
مرا از جمله توابین بگردان، یعنی کسانی که زیاد توبه میکنن. و جعلنی، و مرا بگردان یا الله من المتطهرین، از جمله انسانهای پاک. و سومی ذکری که بعد از وضو هست: سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. این هم آمده است که سبحانك اللهم، سبحانك پاکیستر، اللهم یا الله، و بحمدک، و حمد و ثنا و صفت است برای تو، اشهد و شهادت میدهم که الله اله، این که نیست هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا انت، مگر خودت. استغفرک یا الله، ما از تو مغفرت میخواهم، و اتوب الیک، و به تو توبه میکنم. یعنی مقام و منزلت انسان به اندازه تطبیق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر شده میره. پس این سه ذکر در چه وقت بود؟ بعد از ختم وضو. در هنگام خارج شدن از منزل، یک انسان مسلمان از خانه خارج میشه، چی باید بگوید؟ در اینجا هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از خانه خارج میشد: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. یعنی مسلمان ها جفایشان است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش میکنن، با سال یک دفعه مثل دیگرها واره باز او را زندگیش تجلیل میکنن، در حالی که انسان مسلمان واقعی باید هر لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم به یادش باشه و مطابق سنت های از او زندگی بکنه. پس در هر لحظه زندگی، حتی ما وقتی از خانه خارج میشیم، در اینجا هم باید هم ذکر الله شوه، و علیکم السلام، هم ذکر الله شوه و هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق شوه. یعنی یک کس میخواد محبت با الله پیدا کنه: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برای این مردم بگو که اگر شما الله را واقعا دوست دارین، فاتبعونی، پس شما متابعت از ما بکنین. این متابعت است. این متابعت است که حتی در هر ذکر و در هر دعا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان زندگی خدا آماده بسازه. ما متاسفانه 40-50 سال 60 سال زندگی میکنیم، همیاره یاد نداریم. مال بسیاری مسلمان ها را پرسان که وقتی تو از خانه خارج میشی چی میگی؟ هیچ نمیفهمن. در حالی که از رسول الله هم این روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از خانهشان میبرامدن میگفتن: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم، این هم وارد شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میگفت که اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. یا الله، ما به تو پناه میبرم ان اضل، ای که خودم گمراه شوم، او اضل یعنی من کسی را گمراه کنم. یعنی وقتی که من از خانه خارج شدم، این دعا را میکنه که یا الله، ما به تو پناه میبرم از این که من خودم سبب گمراهی یک کس شوم. چون بسیاری وقتا مردم که از خانه میبراین، این خودش سبب چی میشه؟ سبب گمراهی دیگران میشه. یک دوستش دم روش میایه، او را مثلا دعوت میکنه به سینما، دعوتش میکنه به گناه، دعوتش میکنه به سیگرت، دعوتش میکنه به نسوار، دعوتش میکنه به مخدرات و بسیاری از گناه ها. خصوصا دعوتش میکنه یک نفر در راه هیچ میخواد که عبادت بکنه. یعنی حتی دریورها بسیاری وقتا خودش سبب گمراهی مردم میشه. یک دریور تاکسی هست، از صبح تا به شام هر قدر مردم که در موتر از بالا میشن یا گمراه کرده میره، ساز مانده میره و ساز مانده میره و موسیقی مانده میره. یعنی تمام روز از این چی است؟ در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که انسان وقتی که از خانه خارج میشه بگه که اللهم یا الله انی اعوذ بک ان اضل، ما به تو پناه میبرم ای که چی کنم؟ کسی را گمراه بکنم، او اضل، یا ای که گمراه شوم، او ازل او ازل، یا خودم لغزش بکنم. متوجه هستید؟ یا خودم لغزش بکنم، دیگران را بلغزانم، او ازل، یا سبب لغزانیدن دیگران شوم، او اظلم او اظلم. الهی با تو پناه میبرم که ما ظلم بکنم بالای کسی دیگه، او اظلم، یا بالای من ظلم شوم.
او اجهل او یجهل علی، و دیگه به تو پناه میبرم یا الله ای که من کدام کار جاهلانه بکنم یا کدام کار جاهلانه همراه من صورت بگیرم. این حال وقتی که اگر اینمی دعا را یک کسی از خانه مبرایه و ایره یاد داشته باشه و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره بخونه، ای حتی در بازار باز به یادش میاد که من خود گفتم که اللهم اینی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. پس ما چرا باید جنگ بکنیم یا دعوا بکنیم یا سبب گمراهی کسی دیگه شوم؟ در وقتی که یک انسان مسلمان به خانه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میامد، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل منزل خود میشد آیا کدام سنتی داشت؟ میگه بله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل منزل خود میشد میگفت که بسم الله ولجنا، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا. این دعا را میخواند که بسم الله بسم الله ولجنا، به نام الله ما داخل شدیم، و بسم الله خرجنا و به نام الله از منزل خود خارج شدیم، و علی ربنا توکلنا و به پروردگار خود توکل کردیم. این حال ببینید این کلش عبادت است. یعنی حتی انسان مسلمان وقتی که داخل خانه خود میشه در دان دروازه میرسه در این میشه به خاطر که شیطان سر از امراش داخل نشده خانهش و غلبه نکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این سنت ها را بر ما گذاشته است. در رفتن به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی شما در مسجد میرین، حالا بسیاری وقتا 2 نفر 3 نفر متدین وقتی که به طرف مسجد میرن قصه کده میرن و با قصه پس میرن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما سنت گذاشته و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ وقتی که به طرف مسجد میرفت این دعا را میخواد، میگه اللهم اجعل فی قلبی نورا، یا الله اللهم اجعل فی قلبی نورا، یا الله در قلب من، یعنی قلب من را منور بساز، در قلب من نور داخل بکن، نور ایمانه، نور تقوا را، روشنی ایمانه، و فی لسان نورا، و یک پروردگارا به زبان من نور بده، و فی سمعی و در گوش من نورا، و فی بصری و در چشم من نورا، و من فوق نورا و بالا سر من نور، و من تحت و پایان نور، و عن یمینی و از طرف راست من نورا، و عن شمال نورا، و من امام نورا. ببین عن یمینی نورا یعنی از طرف راست من، و عن شمالی و از طرف چپ من نور، و من امام نورا، یا الله پیش روی من ایره منور بگردان، و من خلف نورا و به پشت سر ایره هم مسافه هایی که در پشت سر من هست پشت سر ایره هم منور و نورانی بگردان، و اجعل فی نفس نورا، الهی در نفس من نور داخل بکن، و عظم لی نورا و بزرگ بگردان این نورا، و عظم لی نورا و بسیار معظم بگردان این نورا، و اجعل لی نورا و پروردگارا بر من نور بده، و اجعلنی نورا و خود مرا منور بگردان، اللهم اعطنی نورا، یا الله بر من نور بده، و اجعل فی عصبی نورا در عصبهای من نور داخل بکن، و فی لحمی و در گوش من نور ایمان داخل بکن، و فی دمی و در خون من نور ایمان داخل بکن، و فی شعری نورا و در موی من نور ایمان، و فی بشری و حتی در جلد من نور. یعنی انسان مسلمان به اساس اینمی وقتی که میبینه که رسول الله صلی الله علیه و مسجد میرفت حتی در راه مسجد دعا میکنه که پروردگارا وقتی که من در مسجد میرم از این طرف مسجد میرم هر قدم عبادت است و زبانش هم باید به ذکر الله و به دعا و طلب ازی باشه که پروردگارا یعنی مرا از تاریکی های جهل، تاریکی های بیمانی خلاص بگو، تمام اعضای بدن مرا امت با نور ایمان ات بپوشان که من همیشه دستم، چشمم، پوستم، جلدم، عصبم، گوشتم، خونم تمام از اینا به چی باشن؟ به صاحب نور باشن که اینا یعنی پاک باشن، از عیبها منزه باشن و به گناه ها مبتلا نشن. همچنان اللهم اجعل لی نورا فی قبری، این دعا را هم خواندن رسول الله صلی الله علیه و که یا الله در قبر من منور بگردان
و نورا فی عظامی و استخوانهای مرا منور بگردان و زدنی نوران و زدنی نورا و زدنی نورا. در آخرش 3 مرتبه گفتن که پروردگارا همین نور ایمان و نور پاکی و تقوا را ایراد زیاد بگردان بر ما و زدنی نورا و زدنی نورا و زدنی نورا. اینی هست و حبل نورا علی نور. و پروردگارا بر ما عطا بکن روشنی بالای روشنی، یعنی نورانیت بالای نورانیت. این در راه مسجد میخونه. پس از این خاطر انسانی که این دعاها را میخونه این واقعا با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنه. انسان مسلمان باید همت لحظه به لحظه با رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنه؟ زندگی بکنه. وقتی که داخل مسجد انسان میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل مسجد میشه چی میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل مسجد میشد میگفت اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یعنی بسیاری از سنت ها است که مردم را فراموش کردن. بسیاری از سنت های رسول الله صلی الله علیه و کاملا فراموش است. اعوذ بالله العظیم میگه اعوذ ما پناه میبرم بالله العظیم، به الله که ذات بسیار معظمت است. و بوجهه الکریم و وجه کریم الله سبحانه و تعالی، همون قسم که به جلال و عظمت الله شایسته است. و سلطانه القدیم و به سلطان و قدرت قدیم الله من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رجیم. این هم آمده. و دیگه در وقتی که در مسجد رسول الله هم داخل میشد میگفت بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. وقتی که انسان در مسجد داخل میشه ایره هم میگه که بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اون میگه اللهم افتح لی ابواب رحمتک، الهی دروازه های رحمتت برای من باز بکن. این انسان مسلمان وقتی از مسجد خارج میشه چی میگه؟ وقتی که از مسجد خارج میشه بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله اللهم انی اسألک من فضلک اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم. این میخوانه که بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله اللهم یا الله انی اسألک من فضلک، ما سوال میکنم از تو از فضلت. اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم، یا الله مرا عصمت بده از شر شیطان رانده شدم. دیگه 22 نمبر که از کار است که در وقت آذان است. این چیز بسیاری وقتها مردم که هستن در وقت آذان قصه میکنن، گپ میزنن. حتی معتکفین دیدیم که در وقت آذان قرار گپ میزنن و قصه میکنن، در حالی که معتکف 24 ساعت با الله تعهد کرده ما عبادت میکنم، یا ذکر میکنه یا نماز میخونه یا تلاوت قرآن میکنه یا ترجمه قرآن میخونه، حدیث میخونه، ترجمه حدیث میخونه. حداقل عبادت خود در عبادت مصروف میسازه که در عبادت باشه. ببینیم بعضی حالات یک انسان عبادت نمیکنه بلکه برعکس عبادت به گناه مبتلا می باشه. در وقت آذان بسیار مردم قصه میکنن و بی‌تفاوت هستند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آذان میشنید هر چیزی که مؤذن میگفت امور میگفت. وقتی که مؤذن میگفت الله اکبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت الله اکبر. وقتی که مؤذن میگفت اشهد ان لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امی الفاظ تکرار میکرد. و در حی علی الصلاة و حی علی الفلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لا حول ولا قوة الا بالله. و همچنان در وقت شهادت از رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم وارد شده که وقتی مؤذن میگفت که اشهد ان لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله رضیت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. یعنی ایره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت. دیگه بعد از پایان وقتی که مؤذن وقتی که آذان خلاص میکرد باز رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت و برای امت خود چی قسم تعلیم داده که بعد از ختم آذان بگه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
یعنی انسان مسلمان اگر میخواد با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنه و همون قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کردن امی الفاظ حفظ کرده بره. یعنی باید پیش هر کدام با شما یک دانه از این کتاب باشه و کم 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 این میاره انسان حفظ بکنه و با مرور زمان حتی اگر یک کسی میگه حافظی من ضعیف است امیر در پیش خود بگیره از روی خوانده بره، یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، انسان که چند مرتبه بخونه خود به خود حفظ میشه. خب بعد از تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید در نماز که است و بسیاری وقتا ما و شما یکی از چالهای شیطان چی است که عبادت به چی تبدیل میکنه؟ به عادت تبدیل میکنه. این چال شیطان است، مکر شیطان است. عبادت به عادت تبدیل میکنه و خطرناکتر از این است که بعضی اوقات گناه را به عادت تبدیل میکنه. این حالا اگر عبادت به عادت تبدیل شد هم انسان مسلمان نقص میکنه و اگر گناه به عادت تبدیل شد این دیگه بیخی خطرناک است. خطر عبادت که به عادت تبدیل شد او چی است که یک نفر مثلا ما و شما از این طفولیت بر ما تعلیم داده شده که سبحانك اللهم را بخوانیم. وقتی سبحانك اللهم بر ما از طفولیت خواندیم از اول شما متوجه باشین که معنایش تعلیم داده نشده. از امی طفل از اول سبحانك اللهم بدون معنا خوانده میره. اینمی شخص 60 ساله میشه، 70 ساله میشه، اونم تو مجرد که گفت مثل عادتا دیگه تو از طفولیت که یاد گرفته هم تو تیز بسیاری وقتا چشمای خاطری میگن سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا اله غیرک. خلاص این حال اینمی خواندن به چی تبدیل شده؟ به یک عادت تبدیل شده، حتی به الفاظ ازی و به معنای ازی فکر نمیکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا 8-9 قسم بعد از تکبیر تحریمه یعنی دعاها و تسبیحات گفته. اگر این انسان یاد داشته باشه، خصوصا اگر انسان ایره یاد بگیره، خصوصا در وقت جوانی و در وقت پیری خود ایره یاد بگیره، باز تاثیر ازی است که اما عادت اوس میشه، عبادت مثل عبادت میکنی. یعنی یک وقت اگر سبحانك اللهم خواندی بازی دیگه دعایش بخوان، بازی دیگه ایش بخوان. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم ببین ما و شما چقدر میگیم ما و سنت بسیار محکم هستیم و بسیاری کسایی را یاد نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله اکبر وقتی که تکبیر تحریمه میگفت ایره میخواند که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. ایره خوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم. اللهم یا الله، امی اول تکبیر که میگه با دعا شروع میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اللهم یا الله باعد بینی و بین خطایای، فاصله ایجاد بکو در بین ما و در بین گناه های من، کما باعدت بین المشرق والمغرب، مثل که فاصله ایجاد کردی بین مشرق و مغرب. این حال وقتی که امیر اگر انسان یاد بگیره باور بکنید من خودم یعنی از خود براتون بگم وقتی که من سبحانك اللهم را میخوانم عادتم است هیچ دقیق متوجه نمیشم. باز ایره که میخوانم اما تو از اول امی خشوع و یا اما حضور در نماز حاصل میشه. امی خود از عادت بکشین، نماز به شکل عادت نخوانین بلکه به شکل عبادت بخوانین. وقتی که به شکل عبادت میخوانین در الفاظ این نو یاد بگین و خوانده برو ببین که سر نماز اینمی باز تأثیر میکنه سر کل نماز. سوره فاتحه را هم باز با حضور میخوانی، دیگه آیات هم با حضور میخوانی، در رکوع هم با حضور میری. اللهم بعد در اول که الله گپ میزنی مجرد که الله اکبر اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله میگه یا الله بین ما و بین خطایای ما، بین اشتباهات ما تو فاصله ایجاد کن مثل فاصله که بین مشرق و مغرب است. اللهم نقنی من خطایای، یا الله مرا پاک بگردان از اشتباهاتم کما ینقى الثوب الابید من الدنس، مثل که یک لباس سفید از امو کثافات یا از آلودگی ها چی میشه؟ پاک میشه. اللهم دعا میکنه یا الله مرا از خطایایم. سعی در آغاز نماز با الله چی رو شروع کردی؟ گپ زدن است، مستقیما با الله گپ میزنی، چشمت کنترل میشه. چرا؟ وقتی که امرای الله گپ میزنی که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابید من الدنس. یا الله خطاهای مرا چی کن؟ پاک بگردان. چه قسم؟
همین اشتباهات و گناه های مرا پاک بگردان یا الله، مثل که یک لباس سفید از آلودگی ها و از کثافات پاک میشه، اما تو سفید معلوم میشه. اللهم اغسلنی من خطایای. سبحان الله، یا پروردگارا مرا بشوی از چی؟ از امو اشتباهات و گناه های من، بالثلج والماء والبرد. بالثلج با ثلج برف، والماء و آب، والبرد برد در زبان عربی جاله را میگن، جاله ما و شما که میگیم. ایناله پروردگارا او مرا چی کن؟ مرا از خطایای من پاک بگردان، گناه های مرا بشو. یعنی دعا هست که یا الله مرا از این اشتباهات و گناه ها وقتی که آغاز نماز است گناه های خدا به یاد خود میاره و از الله میخواه که این گناه هایش پاک شود. ببینید بسیاری وقتا گفتیم شیطان چی میکنه؟ عبادت به چی تبدیل میکنه؟ به عادت. و انسان خوانده میره یک نفر میگه که من 10 رکعت نماز خواندم، یک دفعه الله به یادم نامد. 10 رکعت نماز. بعضی عادتی نمی هست، خرابیشی نمی هست. یک وقت همین 10 رکعت نماز که خوان، همین نماز که خوانی، باز این نماز یک دفعه پرسان کن. الله به یادت آمده؟ اگر به یادت نامده بود و اونجا متوجه الله نشده بودی، قم فصلی فانک لم تصلی. بخی نماز از سر بخور، نماز تا بگردن. فانک لم تصلی. چطور یک نفر مثلا 4 رکعت نماز میخونه در حالی که در آغاز نماز باید کی باید بیه؟ الله باید بیه. اللهم 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 3 مرتبه تنها در استفتاح هست پیش از اینکه اعوذ بالله و بسم الله بگیم. متوجه هستین خطر عادت شدن عبادتی نمی هست که چی میشه؟ انسان الفاظ گفته میره بدون معنا و بدون فهم از او، بدون از اینکه با خالق خود گپ بزنه. همین قسم نماز خوانده میره یک وقت نماز است این نماز ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. این نماز است که باز انسان از فحشا و منکر دور میکنه. بسیاری ما و شما را چرا نماز از فحشا و منکر دور نمیکنه؟ به خاطر از اینکه نماز انسان از فحشا و منکر دور میکنه که شامل امی چی باشه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع وقتی حاصل میشه که عبادت به شکل عبادت شود، نه اینکه عبادت به شکل عادت شود. بسیاری وقتا عادت هست و خطر دیگه ای است که بعضی اوقات گناه عادت میشه. در بسیاری از خانه ها شما برین، وقتی که خانه یکی از دوستایتان تشریف میبرین شما میبینین که اونا عادتا تلویزیونشان چالان است. عادتا تلویزیونشان چالان است. مجرد که آمد در خانه فقط ریموت میگیره و تلویزیون چالان میگه. خب این شخص خودش مطالعه میکنه یا اخبار میخونه یا کس قصه میکنه، ولی اونجا او آوازخوان یا او خواننده یا کسی اونم موسیقی چالان است، اونم خانم رقاصه میرقصه و بسیاری وقتا متوجه از این است و در دفتر اعمال از این نوشته شده میره. مثل که یک نفر چی میکنه؟ وقتی که می آمد موبایل خود دیگه اوکی میکنه. یک موبایل اوکی کرد خودش گپ نمیزنه. خب اون موبایل دیگه منتظر از این نیست که تو گپ میزنی یا نمیزنی. او که مجرد اوکی کردی همون چارچای تو را چی کرده میره؟ همون کریدیتای تو را خورده میره. اینمی انسان یک وقت در روز قیامت میخیزه برش میگه که تو 10,000 پارچه موسیقی شنیدی. او باور بکن من نشنیدم. وانا چالان بود، من خود هیچ فکرم نبود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. باز بسیاری مردمای بیدین که میگه چه قسم کتاب است؟ وقت دفتر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة و خواندن کجا چالان بود او را هم نشته کرده. یک جای خواندن است مثلا دگان جا میشن کلگک زدن میری برش، اوه اینو هم نشته کرده. یعنی در فلانی در پل باغمی روان بود یک خواندن برش مانده بود یا هم کتش زمزمه کرده میرفت. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یعنی شما بسیاری وقتا سوال کنین بر ریشکلی عادت شده. هیچ وقت تصور نمیکنن که من خود گناه مبتلا هستم. یکی از قیچی رو میگیره روی خود خوب همون دیگه در ریش خور میره، این دیگه ریشه خودم تو خورده میره یا هم برش عادت شده. برای مثلا بینمازی عادت میشه. برای هر کس شیطان چی میکنه؟ اونم گناه ها را عادت میسازن. بسیاری کساس غیبت عادتش شده. وقتی که در مجلس شیشت غیبت یک مسلمان هم میکنه برش میگه که غیبت است. نه غیبت نشه. بیادر من یک گپ میزنم درباره فلانی غیبت نشه دیگه. یعنی چی معنی؟ یعنی اگه بگی غیبت نشه غیبت نمیشه، یعنی اکثرا حتی غیبت عادتش شدن. استهزاء سر بسیاری کسا سردگاه رشخند زده که در مجلس شد سر یک کس رشخند بزنه عادتش شده.
پس شیطان این خطر برای ایجاد کرده که گناه ها را برش عادی ساخته. پس انسان باید کوشش بکنه که همیشه عبادت خود از عادت به عبادت مبدل بکنه. و ما و شما کال در اعتکاف آمدیم، یکی از اصول چیز اعتکاف اینمی است که ما و شما در ماه مبارک رمضان چی است؟ لعلکم تتقون، شاید که شما چی حاصل بکنین؟ تقوا حاصل بکنین. یکی از اساسات تقوا اینمی است که انسان باید خود از اونمو اشتباهاتی که داره از اون خود بکشه. یعنی بعد از این من نماز میخوام نه به شکل عادت، ولی بسیاری کسا شما سعی کنین فقط اونم تست وضو میکنن، میایم نماز میخوانن، نه رکوعش نه سجدهش هیچ چیز معلوم نیست، فقط میخوان السلام علیکم و السلام. چی کردی؟ خواندی نماز؟ الحمدلله خواندم، ماشاءالله. چند سال از نماز خواندی؟ یعنی یگانه چیز من براتون بگم برادرای عزیز، مرا که در زندگیم بسیار اذیت میکنم و من خودم بسیار شرمنده هستم، اینمی هست که ما در نماز خود وقتی که خواندیم با عادت خواندیم، چرا ما همین قسم تربیت شده بودیم. یعنی من امیل خودم ایران هستم که یا الله چطور کنم این نمازایی را که ما به شکل عادت خواندیم بسیاریش مثلا اما روح نماز نبوده، یعنی حضور نبوده، یعنی بسیاری وقتا معنای نماز صحیح دقیق فکر نکردیم، زود نماز خواندیم، فقط 10 رکعت نماز پیشینه مثلا خلاص کردیم و رفتیم پشت کار خود. حالا میگیم یا الله این نمازها را چطور کنیم؟ پس بگردانیم. 50 سال نماز تا چطور پس بگردانیم؟ یعنی من خودم در این قسمت بسیار با تشویش هستم. دیگه اینال شما که جوان هستین و سنایتان هنوز خرد است، کوشش کنین که از این وقت کاش که برای ما استادا میگفتن، کاش که برای ما یاد میدادن معانی نمازه، کاش که یاد میدادن. و یک گپ که در پیش ما هاردسک است، در هاردسک که پیش ما است معانی نماز در چند درس از اول تا به آخر کلش ما برای طفلا درس دادیم. برای بچه‌های که بلاک‌های ما زندگی میگن در زمستان برای اونا درس دادیم، اونا تکرار کردن. اگر دوستا باز میخواستن میشه از پیش ما کاپیش بگیرن و معانی نماز از اول تا به آخر است کلش با تسبیحاتش باز بسیار میخوام. دیگه از چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و آله ایره هم خواندن، بله سبحانك اللهم، حتی سبحانك اللهم را وقتی که اللهم باعد بینی و بین خطایا را به شکل اما تو با معنایش خواندی، باز سبحانك اللهم هم باید با نماز باز ان شاء الله عبادتت میشه. سکو نگوین که عادتت میشه، باز عبادتت میشه. عبادتت چی میشه؟ که باز میگه سبحانك اللهم در اول وقتی که نماز می باز میگه سبحانك که الله اول خطاب میکنی الله اکبر سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. شما تصور بکنین، یعنی نمازهای خودتان خود قضاوت بکنین که آیا در نمازتان چند مرتبه سبحانك اللهم با معنایش خواندید که معنای که با الله خطاب کرده باشی. منظوری است نماز صحیح است که وقتی میگی سبحانك، وقتی که در زبان عربی چی است؟ خطاب است. سبحانك اللهم اینجا نگفته سبحان الله، اینجا خطاب است با الله در نماز که تش گپ میزنی، یعنی در مقابل الله قرار گرفتی، باز میگه سبحانك اللهم، یا الله پاکی است تو را، لفظا که الله گپ میزنی سبحانك اللهم و بحمدک، ببینید کاف و بحمدک یا الله، حمد و ثنا و صفت خاص برای تو هست. و تبارک اسمک، سعی کن که مثلا یک نفر میگه ما اسمک، نام تو چی است؟ یعنی مستقیما اون پیش روی تو هست که تش گپ میزنی، اینجا به الله خطاب میکنی و تبارک اسمک و بسیار با برکت است نامتون، و تعالی جدک و یا الله بسیار عالی است مقام و منزلتتون، و لا اله و نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود غیرک، بغیر است تو یا الله. ببینین اینجا سبحانه که بحمد که تبارک اسمو که و تعالی جدو که و لا اله غیرو که 5 مرتبه، یعنی 5 مرتبه به خالق متعال تو چی کردی؟ خطاب کردی. شما تصور بکنید در نمازتان، یعنی خیر است انسان باید چی کنه؟ تجدید بکنه، تغییر بده نماز خدا. شما کدام مرتبه در نمازتان امی 5 مرتبه الله را به یاد آوردین و برش خطاب کردین که سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، و در سر هر کدام از این توقف بکنی و به معنای از این فکر بکنی و که خالقت گپ میزنی. سبحان الله. اینا ما ببینید چقدر نواقص داریم در چی؟ حتی در نماز خود. دیگه چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که
بعد از تکبیر تحریمه سعی کنین به خاطر که عادت نشه. متوجه هستین رسول الله صلی الله علیه و آله یک مرتبه ای خوانده، یک مرتبه ای خوانده، یک مرتبه ای خوانده. ببینن این کلش که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی در کل نمازهای خود سبحانك اللهم را نخوانده. ما میگیم والله صاحب ما میخوایم به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. خیلی بفرمایید یاد بگیرین که نمازتان از عادت برای عبادت مبدل شود. رسول الله صلی الله علیه و چی میگفت؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. وجهت سعی کنین ایره بعد از تکبیر تحریمه میگه، بعد از تکبیر تحریمه فکرتان باشه به عوض سبحانك اللهم در بعض نمازها سبحانك اللهم را خوانده، در بعض نمازها اللهم باعد بینی و بین خطایا را خوانده و در بعض دیگهش به عوض از اونها ایره خوانده که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. وجهت رو آوردم وجه روی خود را للذی به طرف او ذاتی که فطر السماوات والارض. فطر یعنی از نو ایجاد نمود، خلق کرد آسمان ها و زمین را، حنیفا پاک و ما انا من المشرکین. یا الله ما از جمله مشرکان نیستم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این هم به الله میگه که ان صلاتی یقینا که نماز ما، ان صلاتی و نسکی و یقینا که سایر عبادت ها و مناسک ما و محیای و زندگی ما و مماتی و مرگ ما لله رب العالمین خاص برای الله است که پروردگار عالمیان است. لا شریک له شریک نداره و بذلک امرت و به ما امر شدیم و انا اول المسلمین و من نخستین مسلمان ها هستم. اللهم سیکل که الله خطاب میکنه اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحان الله. اللهم انت الملك یا الله تو ذاتی هستی که مالکیت کائنات کلش از تو هست. لا اله الا انت نیست هیچ معبودی بغیر از تو. انت ربی یا الله تو پروردگار ما هستی و انا عبدک و ما بندیت هستم. ظلمت نفسی خواندیم کدام روز نماز یعنی بین سبحان الله ما و شما از این فرصت ها استفاده بکنید. امیر یک مرتبه با این معنایش با خالق متعال در نمازتان شروع بکنین. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. فکر کو که برای الله تعهد میکنی که یا الله ما اولترین مسلمان ها هستم. یعنی اگر کل دنیا هم بیدین شود ما تسلیم هستم پروردگار برای تو. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربی و انا عبدک. در نماز برای الله خطاب میکنی اللهم انت. سعی کنین در زبان عربی وقتی که انت میگی برای کسی که مخاطب کرده تو قرار داره نمیگی هو، میگه اللهم انت ربی و انا عبدک. یا الله تو رب ما هستیم و ما بندیت هستم. ظلمت نفسی یا الله ما بر خود بسیار ظلم کردم. اول آمدم نماز شروع کردم و اعترفت بذنبی یا الله به گناه خود اعتراف کردم. فاغفر لی ذنوبا جمیعا یا الله تمام گناههای مرا ببخش. انه لا یغفر الذنوب الا انت. یقینا که هیچ کس نمیتونه گناه ها را ببخشه بغیر از تو یا الله. هیچ کس نمیتونه گناه را ببخشه. از این خاطر من از کس دیگه طلب نمیکنم. واهدنی لاحسن الاخلاق. یا الله مرا هدایت کو که اخلاقم جور شود. یعنی کاش که در نماز خود ما کت الله وقتی که گپ بزنیم برای از الله طلب بکنیم که یا الله اخلاق ما را خوب کو، با سعی و تلاش میکنیم برای اخلاق خود. واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت. یا الله کسی هدایت کرده نمیتونه به اخلاق نیک مگر خودت. واصرف عنی سیئها. یا الله از ما بگردان امی بدیهایش را، بدیهای اخلاقی را. لا یصرف عنی سیئها الا انت. اینمی بدیها را کس نمیتونه بگردانه دور بکنه مگر ذات متعال تو. لبیک و سعدیک. یا الله به احترام برای تو ایستاده هستم و تسلیم هستم به احکام تو. فهمیدین؟ یعنی یا پروردگارا که من اینمی کارها را تلبیه میکنم یا را انجام میتم و سعدیک و فرمان برداری تو را میکنم. والخیر كله بیدیک. یا الله تمام خیر به دو دست اونمو دو دستی که به جلال عظمت تو شایسته هست تمام خیر به تو هست. و شر لیس الیک. و شر به طرف تو نیست. انا بک
و الیک، من از تو هستم، به طرف تو روان هستم و به طرف تو حرکت میکنم. تبارک و تعالی، بسیار یا الله تو با برکت هستی و بسیار ذات عالی مقام هستی. استغفرک یا الله، من از تو مغفرت میخواهم و اتوب الیک و من توبه میکنم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینین دیگه چی را خوانده. یعنی شما سعی کنین، میخوایم که ما نماز خدا به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانیم و از عادت بکشیم، ایره چی بسازیم؟ عبادت بسازیم. پس باید در نمازهای مختلف رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای مختلف داره. بسیاری وقتا چی میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تکبیر تحریمه؟ میگفت اللهم رب جبریل، یا الله جبریل بسیار بزرگ است، تو رب از او هستی، تو خالق از او هستی. یعنی با وجود از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که وقتی من جبریل امین دیدم که بسیار حالت اصلیش که مشاهده کردم که مثلا سر چوکی خود کشیشته بود که قدمش در زمین و سرش هند آسمان میخورد، یعنی بسیار بزرگ است. یعنی اینجا میگه اللهم رب جبریل، اللهم یا الله تو قدر ذات با عظمت هستی که اونمو جبریل که با این بزرگیش است او مخلوق تو است، و میکائیل و پروردگار میکائیل هستی، و اسرافیل و رب اسرافیل هستی، فاطر السماوات والارض، ای آسمان و ای سیارات و ای کهکشان ها را با این بزرگیش تو پروردگارشان هستی و اینا را کلشان خودت خلق کردی. و الارض و از زمین عالم الغیب و الشهاده، یا الله تو ذاتی هستی که عالم غیب و شهاده هستی، چیزهایی که در غیب است که ما نمیدانیم و چیزهایی که آشکار است همه از اونها. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، الهی تو حکم میکنی در بین بنده هایت در آن چیزی که اونا اختلاف داشتن. اهدینی، پروردگارا مرا هدایت بکن، لما اختلف فیه من الحق باذنک، یا الله در چیزایی که مردم اختلاف کردن مرا هدایت بکن که من در اختلافات داخل نشم، اما حق بر من پروردگارا نشان بده. یعنی مرا هدایت بکن به راه حق، اما راهی که مرا از اختلافات و از جنجال ها و از دعوا و بدبینی های مسلمان. وقتی که یک مسلمان همین دعا را میکنه و کوشش میکنه خود از اختلافات و از این جنجال ها خلاص بکنه، فقط این خلاصی از اختلافات و جنجال ها به چی است؟ به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و تسلیم شدن است. والله اگر امت اسلام به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم شوند، تمام اختلافات از بین میرن. مجرد که یک کسی یک موضوع را میگن، حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده، این حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و بگه آمنا و سلمنا، خلاص کل مشکل حل میشه. لکن ما بسیاری وقتا مجرد که برای کسی همین گفته میشه اختلافات از چی است، والا فلانی شخصیت گفته، فلانی شخصیت گفته. درست است، تمام اشخاصی که هر چیز گفتن گپایشان به سر چشم، احترام اجتهادشان به سر چشم، لکن گپی از او وحی نیست. آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، رسول الله صلی الله علیه و میگه این وحی است که بالای رسول الله است. پس انسان مسلمان چی میگن؟ اهدینی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اول خود ما از الله بخوایم، باز الله هر چیزی که بخوای امور برات نصیب میکنه، اگر نخوای الله برات نمیده. و همچنان دیگه چی گفته رسول الله صلی الله علیه و بعد از تکبیر تحریمه؟ گفته الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، 3 مرتبه. ببینید ما و شما باور بکنید که این باید اینمی مسائل حتی در مدارس، حتی در مساجد، حتی در نمازها، حتی پدرها بر فامیلای خود در خانه های خود باید تدریس بکنیم. سبحان الله، همین حسن المسلمه اینی میره بگین. اگر نمیتونین حداقل فیلمش بگیرین در خانه تان چالان بکنین که اولادایتان بفهمن یا برشان تعلیم بدین که الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا. یعنی الله اکبر است، بسیار بزرگ است، والحمد لله کثیرا و به الله حمد بسیار زیاد است. 3 مرتبه الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، با 3 مرتبه میگی والحمد لله کثیرا، والحمد لله کثیرا 2 مرتبه، 3 مرتبه والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا، و سبحان الله و پاک است الله بکرة صبحی و اصیلا شام. چند مرتبه میگی؟ 3 مرتبه. اینه میره بعد از تکبیر تحریمه 3 مرتبه میگی و اعوذ بالله من الشیطان من نفخه و نفثه و همزه. این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم باز میگه ما پناه میبرم
اعوذ بالله من الشیطان من نفحه و نفثه و همزه. من پناه میبرم از غرور شیطان، از سحر و وسوسه شیطان، از کل ازی. متوجه هستین؟ نفخ قفل کردن است که انسان مغرور میسازه. و نفس چی است؟ امو من شر النفاثات فی العقد، امو سحر و جادوگری. و همزه و از وسوسه هاش، یعنی از کل ازی من پناه میبرم. چهارمی دعایی که این هم دیگه دعایی که بعد از تکبیر تحریم آمده، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن. کاش که ما را همین استادای ما وقتی که خرد بودیم همینا رو بر ما حفظ میدادن. چرا العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، در خردترکی که آدم یک چیز حفظ کرده باشه مثل همون سنگ که چی کرده باشه بسیار خوبه. حالا که ما و شما کوشش میکنیم بسیاری وقتا حافظه. ما یک مصری یک 60 ساله انسان بود، یک در 60 سالگی در یک سال قرآن حفظ کرده بود. یعنی یک ریش سفید مصری بود که یک زن پیچ سفید، او هم 60 ساله. دیگه همی پرسانش کردن که خب خودت 60 ساله آدم هستی، در 60 سالگی تانیستی در یک سال قرآن حفظ کنی، چطور تانیستی که قرآن عظیم الشان در یک سال حفظ بکنی؟ یکی برش گفت که اموجه گفت که والله بچه 60 ساله بود، بسیار ضعیف. یعنی بسیاری وقتا ما و شما در افغانستان آدمای از 40 که بالا شده دیگه باز میگن نه صاحب ما دیگه همی چی کردیم دیگه. سابق بچه ها کسی یا مچم قاط میشن، برشان شیطان خوب چیزه مثال آورده که قاط میشه و ما کسی دیگه حالا قاط نمیشیم. اگر نیش سفیدا خدای قاط است، تو خوبی از کپس از بچه ها کردن. اینا حال میگه ما هیچ قاط نمیشیم. باز یک وقت در یک صنف من درس میدادم، یک شاگرد بود، او گفت که ما صاحب استاد ما دیگه حالا در لیسانس آمدیم، او چیزا رو که ما حفظ میکردیم در جوانی بود و در خردسالی بود، حالا ما حفظ کردن نمیتونیم. باز ما برش گفتم بچه من از استاد هستم که همین کلیت گفتم توتا میکنم در بین مغزت، یعنی می درس چخ میکنم. گفت چه قسمی میرفتم یک دو چانس که خوردی در چانس سوم تو نرم بسازم، فهمیدی که خود به خودت چیز کنی. باز یک وقت چند سال بعد آمد گفت والا استادم گپ تو سر من تاثیر کرد. گفت بعد از من رفتم ماستری خواندم، علم خواندم، یک چیزا رو یاد گرفتم که چی برات بگم. این حال همین شخص ریش سفید 60 ساله بسیار ضعیف بود، یعنی بسیار ضعیف بود. 60 ساله دیگه از 60 هم تجاوز کرده بود. گفت چطور قرآن در یک سال حفظ کردی؟ بچهای جوان نمیتونن. گفت نه، گفت بچهای جوان که نمیتونن اونا برای الله از الله چیز نخواسته. گفت من یک روز دعا کردم، گریه کردم، یا الله هر کس از تو یک چیز خواسته، یکی موتر میخواد، یکی خانه میخواد، یکی چوکی میخواد، یکی قدرت میخواد، یا الله ما از تو قرآن میخوایم. گفت امیر بر الله گفتم یا الله ما قرآن میخوایم، برای من می توفیق بده امیر حفظ کنم. گفت شروع کردم، حالا یک وقت سائل میکنم که این دعای ما قبول شده. گفت حالا میخوانم قرآن 3 آیه 4 آیه 5 آیه پس گردان میکنم. گفت بر است این گفت در رکوع رسید. گفت خوانده میرم، الله برای من چیز کرد. سیگن حالا چرا یوسف زکریا علیه السلام گفت که رب پروردگار من انی وهن العظم منی و اشتعل رأس شیبه، یا پروردگار استخوانایم پوسیده شدن و سرم چی شده؟ مویایم سفید شده دیگه. هیچ دیگه وقتی که استخوانا پوسیده شده و موی کلش سر سفید شده دیگه امکانات آوردن اولاد نیست. لیکن پروردگار این خو اسباب است، این خو جوانی خو عالم اسباب است، تو خو مافوق اسباب هستی، مسبب الاسباب خو تو هستی. یا پروردگار ما برای ما دیگه نمیستن یک فرزند بده. الله برای چی داد؟ یحیی علیه السلام دونه مسن برش الله دعایش قبول کرد. این حالا میدیش سفید با بسیار اخلاص اتام یک زن بود و هم گریان کرد. گفت تو چرا مادر جان؟ گفت ما هم همین کارا کردم، به الله دعا کردم که یا الله در سن ما از تو قرآن میخوایم، دیگه چیز نمیخوایم. الله برام قرآن داد، الله برام داد قرآن. انسان که خواستیم ما و شما والله اگر بخوای این یک دعا هست، این می دعا رو دعا کنی یا الله همین دعا رو برام یاد بده، یک دو سه روز 4 روز رو تکرار بکن، بگی که الله چطور دعایت قبول میکنم. خب اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت
ملك السماوات ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. ما و شما در شماره 33 رسیدیم در دعای رکوع که ان شاء الله باقی مانده شه در درس بعدی ان شاء الله میگیریم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.